وحید رفیق بازی؟ رفیق باز بله، ولی خب رفیقی که به دردم بخوره دیگه. چند تا ولی خب رفیق داری که به دردت خورده تا الان؟ خیلی رفیق دارم که به دردم خوردن، خیلی رفیق دارم هم که نابودم کردن. خب به هیکل نیستش که گوش کیلوی جیگر سیخی، مگه به هیکله؟ وحید این همه حالا به اصطلاح خودتون نوچه و طرفدار من نوچه پیدا- ندارم، همه داشتم. اونی که میاد جلو تریبون میگه نوچه، خودت هم میشناسیش، با این سن زیادش میشینی میگه نوچه آمد، خب مثلا تعریف میکنن نوچه‌هاش، مثلا جلو تریبون نوچه‌ام فلان. مثلا من نمیگم نوچه‌ام، من میگم رفیقام، من میگم داداشیام. اونا داداشیای منن، کسی نوچه من نی. من نوچه نمیگیرم، من احتیاجی به نوچه ندارم بخوام نوچه بگیرم. اونایی که به من محبت میکننم رفیقامن، داداشامن، نور چشای منن. نوچه من نیستن. پس قبول داری رفیق بازی دیگه؟ رفیق بازم رفیق میگم، ولی رفیق خوب دیگه. با هر کسی هم رفاقت نمیکنم. دشمنم زیاد داری؟ دشمنم دارم. یه مرد مگه میشه دشمن نداشته باشه؟ سلام، به کانال قاتل اهلی خوش آمدید. شما بیننده و شنونده یک داستان واقعی دیگه از ویدیوهای ما هستید. اگر به این داستانهای واقعی و عبرت آموز علاقه‌مندید، لطف کنید با سابسکرایب و زدن زنگوله اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید ما را تماشا خواهید کرد. راوی علی، کارشناس سرهنگ بازنشسته دایره جنایی سام وفایی. بهروز حاجیلو زاده شهر همدان و متولد اوایل دهه 60 بود. نوجوانی خوش سیما، مؤدب، کم حرف، ناموس پرست، اهل خانواده که همیشه لبخند بر لبانش بود. دست روزگار او را در نوجوانی با پسری همسن و سال خودش آشنا کرد که بچه محل هم بودند. آنان به خاطر نزدیک بودن افکار و رویاهایشان و همینطور صداقت ذهنی که نسبت به هم داشتند، آشناییشان تبدیل به رفاقتی ابدی و مثال زدنی شد. این رفیق بامران و با معرفت آقا بهروز که بعدها محبوبیت زیادی در بین جوانان نه تنها در همدان بلکه تهران، کرج و شهرهای دیگر به دست آورد. او کسی نبود جز مرحوم آقا وحید مرادی. این دو نفر از زمان نوجوانی تقریبا همیشه با هم بودند. مدرسه، بازی، ورزش، تفریح هم با هم برایشان لذت داشت. ورزش مورد علاقه آنها کشتی بود که بعدها با هم به باشگاه می رفتند و پشتشان به هم گرم بود. آنان رویاهایشان را هم با یکدیگر ترسیم می کردند، اما دست روزگار آنان را از لحاظ حضور فیزیکی در کنار هم دور کرد. خانواده وحید که در آن زمان 16 ساله بود به تهران و محله 13 آبان مهاجرت کردند، ولی برادری و رفاقت این دو گسستنی نبود و آنان کماکان به برادری و رفاقتشان وفادار بودند. خلاصه بعد از عبور از سن نوجوانی و جوانی و بالا رفتن سنشان، این رفاقت که ضعفش دوری راه دور بود برطرف شد و این دو مدام در سفرهای متعدد یا در تهران و یا در همدان با هم دیدار می کردند و هر مقدار که مشغله های زندگی فرصت می داد در کنار بهروز، هر زمان که وحید دعوا می کرد و یا به حبس می رفت، سعی می کرد جای خالی او را در کنار پدر و مادر وحید پر کند. خودش نیز اگر وحید شاکی خصوصی داشت به دنبال رضایت می رفت و اگر رضایت نمی دادند به دنبال سند برای آزاد کردن وحید می رفت. خاطره‌ای درباره این دو رفیق از زبان یکی از دوستانم که الان در حوزه علمیه قم درس طلبگی می‌خواند را برایتان روایت می‌کنم. رفیق من هر سال با پای پیاده به کربلا می‌رود. روزی در کنار هم بودیم، صحبت مرحوم وحید مرادی شد. من با تعجب پرسیدم
ایستگاه هم را گرفتی؟ ولی او با جدیت گفت به والله عین واقعیت است. 2 یا 3 بار با افتخار در مسیر با این 2 همسفر بودم. رفتار این 2 نفر به خصوص وحید مرادی که شناخته شده تر بود برای کسانی که آنها را می شناختند باور کردنی نبود. این 2 نفر با افتخار خادمی زوارهای در مسیر را انجام می دادند. بارها با چشمان خود دیدم اگر کسی در مسیر مشکلی برایش پیش می آمد، مخصوصاً افراد مسن، بدون معطلی به سوی آنها می رفتند و هر آنچه از آنها برمی آمد با خلوص نیت انجام می دادند. بارها در رفتارشان دقیق شدم تا ببینم چرا به آنها اراذل اوباش می گویند. به والله چیزی ندیدم و متوجه نشدم. کول کردن افراد مسن را دیدم. مقابل موکب‌های شلوغ زمان پخش غذا آنها راه باز می کردند برای افراد سال خورده و یا خانوم هایی که برایشان سخت بود تا از این شلوغی عبور کنند. عزیزانم، من قصد فردین یا تختی سازی ندارم. فقط و فقط انتشار حقایقی است که شنیدم و میدانم. بهروز آدم ثروتمندی نبود، اما جزء افرادی بود که در حد وسع خودش بدون چشم داشتی به نیازمندان شهر همدان کمک میکرد. این حرف من نیست، شنیده هایم از زبان خود مردم همدان است. در سفری که با آنجا داشتم، آنان از اعتقاد بهروز به امام حسین می گفتند. او پای ثابت مراسمات و برگزاری هرچه بهتر و آبرومندانه تر ایام محرم و سفر در هیئت و تکیه محلشان بود. بهروز حاجیلو در اینستاگرام خودش عکس و فیلم هایی از سلاح‌های گرم می گذاشت که این را تقریبا اکثر شماها می دانید. در بین یک سری از شهرهای ایران از قدیم در برخی ایلات و خاندانها در مراسمات جشن، عروسی و شادی تیر هوایی شلیک می کردند و یا برای شکار نیز از آن استفاده می کردند. در بعضی از شهرها و ایلات نیز جهت قدرت نمایی استفاده می شد. اما بهروز قصد قدرت نمایی نداشت. ایلش هم چنین رسمی نداشت. تنها دلیل بهروز جمع کردن کلکسیونی از سلاح‌های گرم بود که این نیز علاقه شخصی خود مرحوم بهروز حاجیلو بود، مانند خیلی از دوستان که در مورد ماشین، پول، تمبر و خیلی چیزهای دیگه کلکسیونر می شوند و صرفاً یک علاقه شخصی است. قاضی حکمم دست محکوم و اعدام، قاضی حکمم دست محکوم و اعدام و دا خیار امضام و با نظام و دا خیار امضام و با نظام بیگناه مکن و پایی دارم، بیگناه مکن و پایی دارم هر گیروزاری بیا سکارم، هر گیروزاری بیا سکارم. آخ خزان خیرت بام کمی یواشتر، خزان خیرت بام کمی یواشتر سوزی سر ماگت بیلی وقتی تر، سوزی سر ماگت بیلی وقتی تر. عزیزان جان، تا اینجای روایت به وضوح نشان داد که مرحوم بهروز حاجیلو نوچه وحید مرادی نبود، بلکه به گفته خود مرحوم مرادی بهروز حاجیلو برادر و نور چشم او بود.
و اما داستان قتل آخوند همدانی به دست بهروز حاجیلو. دوستان عزیز و همراهان با عشق، این داستان را تقریبا همه می دانند و در این سالها بارها شنیدند. من فقط روایت تصویری را برای تازه شدن ذهن شما عزیزان پخش می کنم. دوستان عزیزم، من نه قصد مظلوم نمایی یا تبرئه کسی را دارم و نه قضاوت، چون که اعتقاد دارم قضاوت مخصوص ذات مقدس خداست و آن هم در زندگی پس از مرگ. در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال 1397 ساعت از 12 ظهر گذشته بود که خبری به سرعت در فضای مجازی ترند شد. مشروع خبر این بود: آخوندی 46 ساله به نام مصطفی قاسمی، امام جماعت مسجد کربلی در محله قاسم آباد همدان، به ضرب گلوله فردی ناشناس به قتل رسید. شواهد و شاهدان عینی دیدند که ضارب با خودروی 206 سفید رنگ پس از شلیک به حجت الاسلام قاسمی به سرعت از محل متواری شد. ضارب با شلیک 2 گلوله به سر و شکم مقتول باعث مرگ آنی در محل شد. اما هنوز پلیس تحقیقات میدانیش تمام نشده بود که خبری شوکه کننده در اینستاگرام منتشر شد. شخص ضارب با انتشار تصویر خودش و اسلحه کلاشینکوف همراهش به وضوح قتل را گردن گرفت و اعتراف کرد او کسی نبود جز بهروز حاجیلو، جوانی همدانی. تمام کسانی که او را می شناختند از تعجب به شوک عجیبی فرو رفتند و هر کسی برای خودش داستانی می ساخت و روایت می کرد. اما طولی نکشید که تعدادی از دوستان و اطرافیان نزدیک بهروز در فضای مجازی ویدیو منتشر کردند و دلیل این کار را شرح دادند. دقایقی از ظهر روز شنبه 7 اردیبهشت نگذشته بود که خبری در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. یک روحانی 46 ساله به ضرب گلوله کشته شد. لحظاتی بعد یکی از اوباش همدان در صفحه اینستاگرام از کشتن یک روحانی با سلاح شخصیش خبر داد. بدانی دروغ نمیگم. پلیس نیز به سرعت دست به کار شد و تا صبح نشده به مخفیگاه بهروز حاجیلو حمله کرد و قاتل طلبه همدانی را به هلاکت رساند. اما ماجرای جنجالی شدن این قتل چیست؟ درست چند روز پیش از وقوع این حادثه خونین، حسابی در توییتر به نام سید مصطفی حجازی که تصویر پروفایلش عکس یک فرد روحانی بود، از دختران ایرانی خواست برای 1 ساعت هم که شده به صیغه رزمندگان 8 شعبی در بیایند. موضوع حساس که البته یک حساب توییتری گمنام که عمده توییت‌هایش به 5 لایک هم نمی‌رسید آن را مطرح کرد. اما مهناز افشار، بازیگر سینما که فقط در اینستاگرام بیش از 8 میلیون دنبال کننده دارد، توییت حساسیت برانگیز این حساب ناشناس را بازنشر کرد و کسانی که در مقابل این مطلب سکوت کردند را به باد انتقاد گرفت. دست به دست شدن این توییت جنجالی ادامه داشت تا صاحب تصویر اصلی حساب توییتری مصطفی حجازی فیلمی را از خودش منتشر کرد و پرده از این اقدام منافقانه برداشت. هستم، فرزند سید جعفر دریوری، اهل استان مازندران، شهرستان آمل. عکسی از بنده با متنی بسیار غیر اخلاقی و اسمی مستعار که به نام مصطفی حجازی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً دروغ محض و ربطی به بنده نداره. بنده اصلا توییتر ندارم. اینو عرض کردم خدمت اون افراد و اشخاصی که منو میشناسن که هیچ، اونایی که منو نمیشناسن خدای نکرده گمراه نشن. حالا پس از گذشت چند روز از این اتفاق، افرادی که مدعی رفاقت با بهروز حاجیلو هستند ادعا میکنند ریشه این قتل به همان توییت جنجالی که مهناز افشار همان را بازنشر کرده بود برمیگردد.
و قاتل هم فکر میکرده این روحانی 46 ساله هم همان حرف توییت جنجالی رو مطرح کرده است. باید بگم حدود یه هفته قبل یا خوندی تو پیجش از بقیه آخوندا درخواست تبلیغ این موضوع رو داشته که دختره مجرد و زنای بیوه بیان صیغه 8 شعبی بشن که برای سرزده ها عراقی ها که به ایران اومده بودن. دیگه گفتم حسرتت به دلم نمونه. من زدم یا آخونده الان کشتم همدان. حال باید تا زمان اتمام تحقیقات منتظر ماند تا سرنخ این معمای پیچیده که از فضای مجازی به قتل در دنیای حقیقی روحشان شاد. بهروز حاجیلو نه اهل توییتر بود و نه مشکلی با امام جماعت مسجد کربلی مرحوم قاسمی داشت، ولی فقط و فقط یک روایت نادرست باعث تحریک شدن فردی ناموس پرست شد و او نیز جانش را فدای یک خبر کذب و دروغ کرد. بهروز حاجیلو انسان سالمی بود، ولی ای کاش در شرایط خوب و زمانی مناسب می بود. فقط بودن در شرایط بد و تو زمان نامناسب باعث این همه بدشانسی و درگیری شد. ایشان یک جوان سالم و انسانی سر به راه بود و هیچ لکه ضعفی در زندگیش نبود. چند سطری از وصیت‌نامه بهروز حاجیلو. از خدا می‌خواهم که برادرم وحید از من راضی باشد. من تا زمان مرگ عزیز برادرم تمام تلاش خود را کردم تا بتوانم رضایت شاکی او را بگیرم، ولی دست روزگار نگذاشت و سرنوشت برادرم را از من گرفت. بعد از آن دلم به این خوش بود که بتوانم از امانت گرانقدرش طوفان عزیز که به من سپرده بود مراقبت کنم. الو داداش بروز جان دلم، من فقط عمرم به دنیا نیست. اگه یه روزی مردم بابا مرد خودی حرفا رو نزن. داداش جان. اگه یه روز مردم حواستون به طوفان من بابا این حرفو نزن مردونه داداش. ایشالا خودت میای بالای سرش. این حرفا چیه؟ تاج سری عشقی هر کاری چیزی داشت. سنگ صبور غم‌ها که بعد از خوابی که دیدم و برادرم این امانتداری را با رضایت از دوشم برداشت و حالا هم میروم تا از ناموس ایران و عزیزان جان این بیت شعر تقدیم به نگاه پرمهرتان. سابسکرایب، لایک و کامنت باعث میشه این ویدیو را افراد بیشتری ببینن و کانالمون روز به روز بزرگتر بشه. سپاسگزارم.